نمیدونم کارمند هستی یا صاحب کسب و کار هستی، ولی اینو میدونم که حداقل ما هفته یک بار تو یک دوره همی، چه خانوادگی چه دوستامون جمع میشیم و چه بهتر که این دوره همی ها و حضورمون به صورت هدفمند باشه. این هدفمندی از کجا میاد؟ از اینجای میادش که ما بتونیم از توش شبکه سازی و ارتباطات بگیریم. اینها تمامش برمیگرده به این که اون روزی که شما نیاز داری به این که به یک سرمایه گذار و یا این که توی جامعه بزرگتری دیده بشی، تمام ارتباطات شبکه سازی میتونه یک راه حل مفیدی برات باشه برای اون نقطه که اونجایی که تو توی اون دوره همیه حضور پیدا کرده بودی، توی اون ایونت حضور مثبت داشتی، توی اون سمینار حضور مثبت پیدا کرده بودی و این شبکه سازی رو در واقع ازش استفاده مفید برده بودی، اونجاست که میتونه برای تو کمک بکنه برای هموارسازی کسب و کار خودت و این که بتونی که تا 5 سال آیندت رو یکم مستقیم‌تر و هموارتر ببینی.